توی طول تاریخ جراحی‌های عجیب غریب زیادی انجام شده. امروز میخوام داستان یکی از مخوف تریناشون رو براتون تعریف کنم. با من همراه باشید. بیاد با هم دنیا رو توی سال 1930 تصور کنیم. جایی که نه علم روانپزشکی وجود داره، نه داروی روانپزشکی وجود داره. آسایشگاه‌ها پر از بیمار روانی هستن و هیچ روشی وجود نداره برای که به اینا کمکی بکنی یا حتی بتونی کنترلش کنی. که اون موقع مثلا یه سری لباس‌ها سفید رنگ ساخته بودن که تو فیلم‌ها احتمالاً دیدی، اینجوری آسینش برمیگشت از عقب برای مهارشون. و حالا مثلا دیگه خفن ترین روش پزشکی چی بود؟ اینسولین تراپی، که به اینا دوز خیلی بالای انسولین تزریق میکردن که قند خونشون میرسید به 0، قند به مغزشون نمیرسید. 4-5 روز میرفتن تو کما و فکر میکردن که به به چقدر جواب داده و چقدر اینا دارن کنترل میشن. سال 1935 دکتر آنتونیو مونیز پرتغالی با دیدن سربازایی که بخش پریفرونتال مغزشون آسیب دیده از یه ایده گرفت ازشون. دید که اینایی که بخش پریفرونتالشون آسیب دیده خیلی آروم و کم حرف و ساکت تر شدن نسبت به قبل. بنابراین این ایده رو گرفت که ما میتونیم اگه ارتباط قشر پریفرونتال با تالاموس رو قطع کنیم، کمک کنیم به اینایی که حالا خیلی پرخاشگر هستن که آروم تر بشن و یه جورایی کنترلشون کنیم. یه روش جراحی و پایه‌گذاری کرد به اسم لوکاتمی. روش اینطوری بود که از دو طرف جمجمه 2 سوراخ ایجاد میشد و به وسیله سرنگ و سوزن وارد بخش پریفرونتال میشدی، اونجا الکل تزریق میکردی که سلولا فیبرا بمیرن و این ارتباط قطع بشه. و خیلی الکل خوب جواب نداد، بنابراین اومد یه دستگاه اختراع کرد که باهاش هم سوراخه رو ایجاد میکرد، هم میرفت داخل و به صورت فیزیکی ارتباط فیبرا رو قطع میکرد و اسمشو گذاشت لوکاتن. و به خاطر پایه‌گذاری این روش سال 1949 جایزه نوبل پزشکی رو هم دریافت کرد. خب همون موقع منتقدای زیادی بودن که میگفتن بابا خیلی هم اوکی نیست این روشه. چرا؟ چون اونایی که این جراحی روشون انجام شده بود حالا درسته کنترل شده بودن و آرومتر شده بودن، ولی خب دیگه زیادی از اون ور بوم افتاده بودن. یعنی که خیلی تو خودشون بودن، خیلی هاشون اصلا حالت بچگانه پیدا میکردن که شما باید حتی یادش میدادی چجوری بره دستشویی، چجوری غذا بخوره و کارهای خیلی ساده. و خب یه بخششون وارد وجتیتیو استیت میشدن یا زندگی نباتی که عملا فقط زنده بودن. ولی خب با توجه به این که خیلی خوب جواب داده بود روی اونایی که شدیداً منتالی ایل بودن یا بیمارای شدید روانی بودن، بنابراین خیلی هم دوست داشتن روش رو و جایزه نوبل هم گرفت حتی به خاطرش. میرسیم به دومین کنگره بین المللی نوروساینس در لندن در همون سال 1935، جایی که نقش اول قصه ما وارد داستان میشه. دکتر والتر فریمن. توی این کنگره دکتر فریمن با دکتر مونیز آشنا میشه و خیلی خیلی به روشی که مونیز ابداع کرده علاقه‌مند میشه. بریم یکم راجع به فریمن بیشتر بدونیم، بیشتر بشناسیمش، ببینیم چه جور آدمیه. دکتر فریمن یه نورولوژیست آمریکایی بوده که پدر بزرگش اولین کسی بوده که میتونه یه تومور رو از مغز یه آدم در بیاره، حالا موفقیت آمیز، و به خاطر همین تو آمریکا خیلی مشهور شده بود و یه جورای قهرمان ملی حساب میشد. و خب دکتر فریمن یه نورولوژیست، فیزیولوژی و آناتومی مغز رو به خوبی درک کرده، میدونه و از طرفی نوه اون آدمه و خیلی خیلی بلند پروازه و دوست داره افتخارات پدر بزرگش رو تکرار کنه
و یه جورایی پا جای پای پدر بزرگش بذاره و قهرمان آمریکا بشه. خلاصه فریمن امتیاز این جراحی رو از مونیز میخره، یه دستگاه لوکاتوم هم ازش میخره و میگه که اینا رو برای من بفرست آمریکا. و توی آمریکا اینا رو با یه جراح مغز و اعصاب به اسم دکتر والتز در میون میذاره، چون که خود فریمن که جراح نبود، نورولوژیست بود و طبیعتا اجازه انجام جراحی نداشت و مجبور بود با یه جراح همکاری کنه که بتونه این کار رو انجام بده و جراحی که انتخاب کرد دکتر والتز بود. خب دکتر فریمن و دکتر والتز توی آمریکا این لوکاتومی رو شروع میکنن انجام دادن تحت اسم Standard Prefrontal Lobotomy و یه مدت زمان خیلی کوتاهی این دوتا با هم همکاری میکنن، این جراحی ها رو انجام میدن، ولی فریمن همش ذهنش درگیر این موضوع بوده که من برای انجام این جراحی نیاز به اتاق عمل دارم، نیاز به پرسنل دارم و همیشه زیر سایه جراح هستم چون خودم که جراح نیستم و بنابراین همیشه انگاری من زیر دست یه جراح هستم و فریمن میخواست خودش بتونه این کار انجام بده، میخواست نیازی به اتاق عمل نداشته باشه، بتونه سرپایی انجام بده این عملو و اونجا هست که با یه پزشک دیگه آشنا میشه به اسم دکتر فیامبرتی که یه پزشک ایتالیایی بوده. این دکتر فیامبرتی یه روش جدید رو ابداع کرده بود، به جای اینکه بیاد از حالا قسمت لترال جمجمه وارد بشه، از اوربیتال پلیت استخوان فرونتال یعنی از سقف کاسه چشم وارد مغز میشد و خب خیلی راحت تر بود دسترسی از اینجا و فریمن اینطوری دید این جراحی رو که اگه من از این روش استفاده کنم میتونم سرپایی انجام بدم این جراحی. خب یه روز فریمن توی خونش بوده و همینطور ذهنش درگیر این جریان بوده که یه لحظه چشمش به یه ابزاری توی آشپزخونه میفته، حالا اسم فارسیشو نمیدونم، انگلیسی ها میگن آیس پیک، احتمالاً یخ شکن، یخ خورد کن یا همچی چیزی باشه. فریمن به ذهنش میرسه که من میتونم با استفاده از آیس پیک یا یه چیزی شبیه آیس پیک این جراحیه رو شخصی سازی کنم و پیادش کنم. شروع میکنه با یه چکش و آیس پیک روی هندونه یا گریپ فروت، حالا بعضی منابع میگن هندونه بعضی منابع میگن گریپ فروت، تمرین کردن. یکم که دستش راه میفته شروع میکنه روی جسدا تمرین کردن و ترانس اوربیتال لوباتومی رو اختراع میکنه. روش انجام جراحی به این صورت بوده که با یه میخ، یه چیز شبیه آیس پیک ولی خب شخصی سازی شده، از بالای کره چشم سقف کاسه چشم رو سوراخ میکرد، وارد مغز میشد و حالا چیزی که توی منابع نوشته بود 2 اینچ میرفت داخل، 40 درجه دستشو چپ و راست میکرد، 1 اینچ دیگه دوباره میرفت 28 درجه چپ و راست و بعدم میآورد بیرون و دوباره چش بغلی. اینجا دکتر فریمن به اصطلاح خودمون یه کلک مرغابی هم زد و خودش رو از متخصص بیهوشی و پرسنل بیهوشی راحت کرد. گفت که به جای اینکه از داروهای بیهوشی شیمیایی استفاده کنم، میام از شوک الکتریکی استفاده میکنم. یه شوک های ولتاژ میدم به مغز مریضم، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بیهوش میشه و سریع کارمو انجام میدم و میفرستمش بره دست خودم. واتس بعد از اینکه اینو شنید با تندی مخالفت کرد با فریمن و گفت داداش من نیستم، خودت میدونی و خودت، و کلا جدا شدن از هم دیگه. ولی خب فریمن خوشحال هم بود از این قضیه، به خاطری که الان دیگه جراحی مال خودش شده، روش میتونه همه جا انجامش بده و کلا عشق و حال دیگه. خلاصه ذره ذره فراگیر شد این روش ترانس اوربیتال لوباتومی و جوری شده بود که دیگه شده بود یه جراحی سرپایی دیگه، توی مطب انجام میداد، توی آسایشگاه ها انجام میداد و این ذره ذره
میرفت به سمتی که انقدر همه گیر شده بود و انقدر خود فریمن خوشش اومده بود که دیگه روی همه داشت عملا انجامش میداد. یعنی روی بچه 4 ساله بگیر، بچه 12 ساله بگیر و به هر دلیلی، یعنی مثلا درمان خشونت، درمان جرم و جنایت، درمان همجنسگرایی، شاید باورتون نشه ولی تو تاریخ نوشته. میرسیم به سال 1950، جایی که اولین داروی آنتی سایکوتیک به اسم کلورپرومازین معرفی میشه. بعد از معرفی این داروه دیدن که خب خیلی راحت تره که ما به مریضمون یه دارو بدیم دیگه، حالا یه قرص چیزی بدیم بخوره، تا اینکه بخوایم مغزشو سوراخ کنیم و اینقدر ریسک مرگ و میر داشته باشه. چون آماری که تو اون موقع اومده بود بیرون 15% مریضای فریمن تحت این جراحی داشتن میمردن و خب عدد کمی نیست واقعا. بنابراین ذره ذره توی اروپا و خصوصا شوروی این جراحی منسوخ شد. یعنی حساب کنین شوروی برمیگرده میگه که این روش بسیار خشن و وحشیانه است و باید جمع‌آوری بشه دیگه. حالا خودتون حسابش کنین چقدر وضعش خراب بوده. ولی خب فریمن دست بر نمیداره. فریمنی که الان شهرت، پول، ثروت و جایگاه بسیار زیادی کسب کرده و داره قشنگ شنا میکنه تو این جریان و شروع میکنه دست زدن به کارهای عجیب غریب دیگه، حرکت نمایشی میزنه. مثلا همون سال 1951 یه نفر داشته روش این جراحی رو انجام میداده، وسط جراحی برمیگرده جلو دوربین ژست میگیره که ازش عکس بگیرن و همون موقع این سیخ که توی مغز بنده خدا بوده سر میخوره، میره انتریور سربرال آرتری یا رگ اصلی جلوی مغز رو پاره میکنه، طرف خونریزی داخلی و خدا نگهدار. و مثلا برمیگرده با 2 تا دست همزمان انجام میده. خب چه کاریه؟ درست انجام بده کارتو دیگه. ذره ذره صدای منتقدان لباتومی هی بیشتر و بیشتر در میاد، مقاله های علیه این جریان بیشتر و بیشتر میان بیرون، ولی فریمن دست بردار نیست تا سال 1967 که یه بنده خدایی برای بار 3 میاد فریمن روش این جراحی رو انجام بده و زیر دستش میمیره و دیگه میگن که داداش جمع کن کاسه کوزتو برو خونتون دیگه. از اونجا ممنوع میشه انجام این جراحی توی آمریکا هم و دیگه بعد از اون این عمل جراحی عملاً به خاطره ها و تاریخ میپیونده. حالا شما به من بگید آیا دکتر فریمن یه فرشته بود که اومده بود آمریکا و مردم آمریکا و تاریخ پزشکی رو نجات بده، یا اینکه یه هیولا بود که فقط اومده بود شهرت و ثروت و اینا برای خودش جمع کنه؟ تو کامنت برام بنویسید. امیدوارم از قصه دکتر فریمن و لوباتومی لذت کافی رو برده باشید. اگه شما هم مثل من علاقه دارید به تاریخ علم، خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدئوهای بعدی من بتونید ببینید.